حالا شده ماماناتون بدونه که شما چیزی بگین متوجه شه که چی تو فکر شماست، یا یه خانوم بهتون بگه که این کار جواب نمیده انجامش نده و درست از آب در بیاد. حس شیشم خانوما درست مثل یه سوپر قدرت خیلی مخفیه، اما خب خیلی همونم باور داریم که واقعا این حس وجود داره چون داریم تجربهش میکنیم. اما واقعا این حس از کجا میاد؟ آیا علم میتونه توضیحش بده یا که نه این یه راز ماوراییه که هنوز درکش نکردیم؟ امروز قراره که این معما رو حل بکنیم و در آخر ویدیو هم یه تست جذاب داریم که ببینیم حس شیشم شما چقدره. پس حتما تا آخر ویدیو همراه باشید و بمونید و آماده باشین که ذهنتون قراره به چالش کشیده بشه. سلام، من شیما هستم و به یه ویدیو دیگه از اگرنامه خوش اومدید. ممنون میشم که چنل رو حتما سابسکرایب بکنید و اگر سوال ذهنی توی ذهنتون دارید توی کامنت ها حتما ازم بپرسید که شاید موضوع ویدیو بعدی سوال ذهنی شما باشه. خب اول از همه بیایم بریم ببینیم که اصلا حس شیشم یعنی چی؟ حس شیشم چی هست؟ حس شیشم به توانایی ناخودآگاه ما برای درک اطلاعاتی گفته میشه که با حواس پنجگانمون نمیتونیم اونو بفهمیم. ولی چرا خانوما معمولا توی این موضوع قوی‌تر از آقایون عمل میکنن؟ بریم این قضیه رو علمی بررسیش بکنیم. مغز خانوما به دلیل داشتن ارتباطات عصبی بیشتر بین دو نیمکره همه اطلاعات و اصولا سریعتر از مغز آقایون پردازش میکنن و کلا خانوما نسبت به آقایون توی تشخیص حالتهای چهره، زبان بدن یا احساسات دیگران حساس ترن. درباره این موضوع توی دانشگاه کمبریج یه سری تحقیقاتی انجام شده و نتیجه این تحقیقات نشون میده که خانوما 70% بیشتر از آقایون میتونن احساسات و عواطف دیگران رو از حالت چهرهشون تشخیص بدن. حالا فکر کن این حس قوی بیاد با تجربه و شهودم قاطی بشه، چی از آب در میاد؟ و یه جورایی میشه گفتش که مغز خانوما مثل اون رادار مخفیه میمونه و از کلی سرنخ‌های نامرئی استفاده میکنه تا به جواب برسه. و به خاطر همینه بعضی وقتا ما خانوما میگیم که ما متوجه میشیم که طرف مقابلمون داره دروغ میگه، ولی خب متاسفانه سند و مدرکی برای اثباتش نداریم. خب حالا میرسیم به سوال بعدی که چرا حس شیشم خانوما قوی تره؟ چند تا عامل مهم اینجا نقش دارن. 1. هورمون اکسیتوسین. این هورمون که بهش هورمون عشق و اعتمادم میگن توی بدن خانوما بیشتر از آقایون ترشح میشه و باعث میشه اونا توی روابط انسانی حساس تر باشن. 2. نقش تکاملی. توی دوران اولیه زندگی انسان خانوما برای اینکه بتونن راحت از بچه‌هاشون نگهداری بکنن و امنیت بچه‌هاشون و خانواده‌شون رو نگه دارن خیلی سریع باید تهدیدا رو تشخیص میدادن. 3. عاطفه و همدلی. خانوما معمولاً حس همدلی خیلی قوی تری دارن و این باعث میشه که از کوچکترین نشونه ها بشه که یه چیزای خیلی بزرگی رو حدس زنیم. حالا وقتشه که مغز شما رو به چالش بکشیم و ببینیم که حس شیشمتون چقدر قویه. من یه سری عکس اینجا بهتون نشون میدم و شما قراره که حدس بزنید داستان پشت هر کدوم از این عکس‌ها چیه. جواب تست رو نمیدونم، سعی کنید که حتما جواباتون رو توی کامنت بنویسین. حالا نمیدونم آخر ویدیو شاید جواب تست رو بدم یا اینکه شاید وقتی که کامنت گذاشتین جواب تست رو اونجا براتون بنویسم، ولی حالا شما حتما توی کامنت ها بنویسین دیگه جواباتون رو. دوست دارم که بیشتر با هم آشنا بشیم، یکم بیشتر با هم تبادل بکنیم. خب به نظرتون این در رو به کجا باز میشه؟ یه جای آرام بخش یا یه جای ترسناک؟ حس شیشم شما چی میگه؟ حالا به نظرتون این سگ داره به چی نگاه میکنه؟ به یه دوست؟ یا به یه تهدید؟ یا به یه چیزی که ما نمیبینیم؟ حالا میخوام که از رو چهره این آدم به هم بگین که این مرد قابل اعتماده یا نه؟ حس شیشمتون چی میگه؟ به نظرتون داخل این کتاب چی نوشته شده؟ یه راز؟ یه داستان عاشقانه؟ یا اینکه نه یه دفترچه معمولی صرفا؟ عکساتون رو طبق شماره‌ای که من بالای عکس اینجا روی تصویر نوشتم حتما برام توی کامنت ها بنویسین
که خودتونم گمش نکنید تا زمانی که من جوابا رو بهتون بگم. حالا که تا اینجا همراه بودین متوجه شدیم که حس ششم خانوما یه قدرت جادویی نیست، بلکه ترکیبی از علم و تجربه است. اما همین ویژگی واقعا به نظر من یه جاهای زندگی رو خیلی جذاب‌تر کرده و یه جاهایی هم خیلی اذیت کننده است. ولی شما قول بدین که سری بعدی اگه یه خانومی طبق حس ششمش بهتون گفتش که این کارو نکن، سعی کنید که به حرفشون گوش بدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و برای دوستاتونم بفرستین. چنلم سابسکرایب بکنید. اینجا همیشه قراره از این قبیل سوالات داشته باشیم و بهش پاسخ بدیم. حالا بریم جواب تست رو بهتون بگم همینجا تو ویدیو. عکس اول، اون در به یه باغ سرسبز با یه آبشار زیبا باز میشه. اگر شما حد زدین که این در به یه جای آرام بخش باز میشه، حس ششم قوی دارید. عکس دوم، اون سگ داره یه بچه رو نگاه میکنه که از کوه بالا میره. در واقع داره به دوستش نگاه میکنه و اگه شما فکر کردین که نگاه این سگ به یک دوسته و نگاه مراقبتیه، شما درست حس کردین. حس ششم قوی دارید. عکس سوم، تصویر اون آقا. این مرد یه مرد خلافکاره که پلیس دنبالشه و شما اگر نتونستین به این چهره اعتماد کنید، به حس ششمتون افتخار کنید. و عکس آخر، این کتاب در واقع یه راز تاریخی توش داره که نقشه یه گنجم درونش هست. طبق این تست و تجربیات خودتون به هم حتما توی کامنت ها بگید که چقدر حس ششمتون قویه.